دوباره تابستون شده، دوباره برقا میره و دوباره خاموشی. چه اتفاقی افتاده که بزرگترین کشور دارنده ذخایر نفت و گاز دنیا امروز با مشکل خاموشی مواجهه و برق کشور خودش رو نمیتونه تامین بکنه؟ امروز با من همراه باشید. داخل این ویدیو بازه شما بررسی میکنیم با جزئیات و آمار دقیق که چه اتفاقی سر صنعت برق ایران افتاده. با من همراه باشید. سلام، من سروش علایی هستم. همونجوری که قول داده بودیم داخل ویدیوهای قبلی قراره که داخل یک سلسله ویدیوهایی بررسی بکنیم یکی یکی چالش‌های مهم پیش روی دولت جدید آقای پزشکیان چیه؟ چه چالش‌های بزرگی روبروی این دولت وجود داره و برای اداره دولت چه مشکلاتی داره؟ بحث تورم داخل یکی از ویدیوهای قبلی بررسی کردیم و داخل این ویدیو بحث ناترازی برق رو می‌خوایم بررسی بکنیم. قبل هر چیز اگر کانال منو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک بکنید، نکته‌ای داشتید کامنت بذارید، کامنت ها رو حتما میخونم و جواب میدم. بریم سر صنعت برق. ببینید طبق این نمودار که در واقع این نمودار افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشوره. در واقع این نمودار میگه که در هر سال چه مقدار ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده. هر سال چه مقدار ما نیروگاه ساختیم یا چقدر به ظرفیت نیروگاه‌های قبلی اضافه کردیم. من این قسمت نمودار رو بخوام به شما نشون بدم از اینجا، از سال 79. اگه نگاه بکنید نمودار یه روند صعودی داره. یک بازی زمانی تقریبا 10 ساله تا سال 89 ما روند کاملا صعودی داریم. یعنی هر سال نسبت به سالهای قبل نیروگاه‌های بیشتری ساختیم، ظرفیت تولید برق رو بیشتر بالا بردیم. این 2 سال هم 90-91 هم باز اوضاع خوبه، منتها یه مقدار اومده پایین. این دهه در واقع بازه زمانی دولت آقای خاتمی، اواخر خاتمی و بخش عمده دولت آقای احمدی نژاد شامل میشه که بخش عمدهش داخل دهه 80 میفته. دهه 80 اگه یادتون باشه ما با یک رشد مصرف برق خیلی قابل توجهی همراه بود. شهرهای جنوبی کشور تا قبل از دهه 80 کولرگازی‌هایی که داشتن کولرگازی‌های پنجره‌ای بود، کولرگازی‌های 18000 24000. منتها از همون دهه 80 به بعد این کولرگازی‌های پنجره‌ای جای خودشون رو به کولرهای دو تیکه میدن، به اسپلیت‌ها میدن و عملا هم مصرف برق بالاتری دارن، هم خنک‌های بیشتری دارن. 30000 36000 به بالا مصرف میکنن. همون موقع داخل شهرهای جنوبی کشور، معذرت شهرهای شمالی کشور، ما در واقع چیزی به اسم کولرگازی نداشتیم تا دهه 80. بیشتر کولرهای آبی بودن. منتها از همون موقع کولرهای آبی جای خودشون رو به کولرهای گازی میدن و عملا ما مصرف برق بیشتری رو تو دهه 80 شاهدیم. ولی با این وجود، با وجود مصرف برق بیشتری که داشتیم، کولرهامون مرتب مصرفشون بیشتر میشده، ولی شاهد خاموشی یا ناترازی برق به اندازه الان نبودیم. علتش چیه؟ علتش همینیه که شما داخل نمودار میبینید. مرتب افزایش سالانه تولید برق ما داریم و اونقدر تولید برق داره بیشتر میشه که جوابگوی مصرف هست. منتها ادامهش چه اتفاقی میفته؟ من اگه بخوام با رنگ زرد اینجا بهتون نشون بدم، از سال 91 92 به بعد ما میبینیم با یک شیب نزولی مرتب ظرفیت سالانه تولید برق کشور کم میشه و در انتها هم ثابت میمونه تا سال 1400. این بازه زمانی از 91 92 تا 1400 که در واقع میشه دولت آقای روحانی، افزایش سالانه ظرفیت تولید برق کشور خیلی کمه. درسته نیروگاه ساخته آقای روحانی، ولی اصلا قابل مقایسه با دوره قبلش نیست. علت چیه که دولت روحانی نتونسته به اندازه دولت قبلی نیروگاه بسازه و مرتب ظرفیت تولید برق کشور تو این 8 سال کم شده؟ 3 تا علت رو واسش مطرح میکنن. علت اول بحث معاهده پاریسه. مخالفای دولت روحانی میگن که دولت آقای روحانی رفته سال 94 خانم دکتر ابتکار که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بوده، از طرف ایران یک معاهده‌ای رو امضا کرده که طبق اون همه کشورهای امضا کننده باید تولید گازهای گلخانه‌ای خودشون رو کم کنن. گاز گلخانه‌ای چطوری تولید میشه؟ از مصرف سوخت‌های فسیلی تولید میشه.
یعنی نیروگاه‌های ما که عمدتاً با سوخت فسیلی کار میکنن، از سال 94 که معاهده را امضا کردیم ما باید شروع کنیم نیروگاه‌های کمتری بسازیم، سوخت کمتری مصرف کنیم، گاز گلخانه‌ای کمتری تولید بکنیم. منتها چند سال بعدش، سال 97، خود آقای روحانی یک مصاحبه میکنه و از بیخوبان میزنه زیر همه چیز و میگه این معاهده پاریس رو که خود غربی‌ها بهش عمل نمیکنن، خود اونا رعایت نمیکنن. وقتی اونا رعایت نمیکنن ما چرا باید رعایت بکنیم؟ ما چرا باید صنایع خودمون رو معطل یه معاهده بکنیم که خود اونا بهش پایبند نیستن؟ اگه تو نمودار نگاه بکنید، از سال 94 که معاهده امضا شده، چه قبلش چه بعدش، ما تفاوت آنچنانی تو ظرفیت تولید برق نمیبینیم. هم قبل 94 هم بعد از 94 تولید برق کمه. 97 رو هم که نگاه کنیم باز همینه. یعنی 97 که آقای روحانی میزنه زیر همه چیز، بازم بعد و قبلش ما افزایش ظرفیت سالانه تولید برق کشور به اون صورت نداشتیم، بازم پایینه. پس معاهده پاریس حتی اگر علت این قضیه باشه و دخیل باشه، باز هم علت اصلی نیست، چون قبل و بعد از معاهده پاریس هم بازم ما در دولت روحانی تولید برق آنچنانی نداشتیم. علت دومی که واسش مطرح میکنن اینه که یک عده‌ای داخل وزارت نیروی دولت آقای روحانی بودن که اعتقاد به نیروگاه سازی نداشتن. آقای اردکانیان سال 96، آقای اردکانیان وزیر نیروی دولت روحانی یک مصاحبه‌ای میکنه و میگه که، مصاحبهش من برای شما بیارم، میگه زیر بار فشار برای نیروگاه سازی نمیروم. ساخت نیروگاه برای جوابگویی به 200 ساعت مصرف توجیه نداره. در واقع آقای اردکانیان داره میگه که من نمیخوام نیروگاه بسازم چون ناترازی برق ما 200 ساعت در روزه. 200 ساعت منظورش همون چند روز تابستونه که برقا میره. میگه اینقدر ناترازی کمه که صرفه نداره واسش نیروگاه بسازیم. در واقع مخالفان دولت روحانی میگن که یکی از دلایلی که دولت روحانی نیروگاه به اندازه کافی نساخته اینه که ناترازی برق رو دست کم گرفته و فکر کرده ناترازی برق مشکل کوچیکه و برای کشور مشکل ایجاد نمیکنه. این دلیل دوم. دلیل سومی که واسش مطرح میکنن اینه که میگن در دهه 80 کشور وضع مالی خوبی داشته، نفت قیمت بالایی داشته، تحریم وجود نداشته، نفت و بشکه $120 $130، بعضی مقاطع نزدیک به $140 ما میفروختیم. ولی تو دهه 90 هم تحریم بودیم، همین که اون مقاطعی هم که نفت میفروختیم قیمت نفت خیلی پایین اومده بود، حتی به نزدیک بشکه $30 هم رسیده بود. واسه همین دلیل اینکه ما نیروگاه زیاد ساختیم دهه 80 این بوده که پول داشتیم. دلیل اینکه دهه 90 نیروگاه خوب نساختیم این بوده که پول نداشتیم. این هم دلیل سومی که واسش مطرح میکنن. علتش هر چی که بوده، این یک واقعیته که ما امروز باش مواجه شدیم. 8 سال الی 10 سال گذشته نیروگاه به اندازه کافی نساختیم، ظرفیت تولید برق افزایش ندادیم و امروز با یه ناترازی برق مواجهیم. یه مطلب دیگه‌ای که مطرح میشه، یه سوالیه که میگن که چرا کشور ما این همه شعار انرژی هسته‌ای میده، میگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ما می‌خوایم برق هسته‌ای تولید بکنیم، انرژی صلح‌آمیز داشته باشیم. منتها علیرغم این همه شعارها و این همه هزینه‌ها، امروز برق هسته‌ای کجاست که مشکلات ما رو حل بکنه؟ یه واقعیت وجود داره، اونم اینه که ما یک نیروگاه هسته‌ای فقط داریم. اون نیروگاه هم فاز یکش سال 1390، یعنی اواخر دولت احمدی نژاد تکمیل میشه، افتتاح میشه و فاز یک نیروگاه که در واقع نیروگاه بوشهره، فاز یک نیروگاه بوشهر اتمی 1000 مگاوات ظرفیت تولید برق داره. الان پیک مصرف برق ما داخل تابستون یه چیز حدود 70,000 مگاواته و اون 1000 مگاواتی که نیروگاه اتمی بوشهر داره تولید میکنه در واقع میشه به درصد اگه بخوایم بگیریم میشه 1/70 دیگه، میشه 1.4%. 1.4% برق کشور اتمی داره تولید میشه، مقدار خیلی کمیه. چرا بیشتر نشده؟ دلیلش این بوده که ما باید بعد از سال 90 شروع میکردیم فاز 2 و 3 نیروگاه بوشهر رو بسازیم. قرار بوده که حتی نیروگاه‌های جدید غیر از بوشهر هم بسازیم، ولی این اتفاق نیفتاده. در دولت آقای روحانی این 1000 مگاوات نیروگاه بوشهر تحویل گرفته شده از دولت قبلی و بدون اینکه حتی آجر روی آجر گذاشته بشه، بدون اینکه حتی کلنگ فاز 2 زده بشه، همون 1000 مگاوات رو تحویل به دولت بعدی داده. در واقع داخل دولت آقای روحانی حالا یا اعتقادی به برق هسته‌ای نداشته یا می‌خواسته حساسیت‌ها رو زیاد نکنه، تحریم و اینا نشیم، به هر دلیلی نیروگاه اتمی این آقا
نساخته و چون ما هزینه ای نکردیم داخل ساخت نیروگاه اتمی، عملاً آورده‌ایم تو بحث نیروگاه سازی اتمی نداشتیم. منتها سال گذشته تو اواخر دولت رئیسی کلنگ فاز 2 و فاز 3 نیروگاه بوشهر زده شد و پی اولیه نیروگاه بوشهر هم اونجا که تو عکس می‌بینید، پی اولیه نیروگاه بوشهر هم ساخته شد. منتها نیروگاه سازی یه فرآیند طولانی مدته، یعنی نیروگاه اتمی رو باید دولت قبلی کلنگ بزنه تا یه جایی بسازه، تحویل دولت بعدی بده، بعدی کامل کنه، افتتاح بکنه. راهش اینه. وقتی دولت قبلی نساخته، یعنی حتی اگر دولت رئیسی 8 سال ادامه هم پیدا می‌کرد، بازم احتمالاً ما نیروگاه فاز 2 و 3 رو نمیتونستیم افتتاح کنیم. بازم دولت بعدی باید اینها رو بسازه و افتتاح بکنه. و الان در واقع دولت پزشکیانه که باید این فاز 2 و 3 که نصف نیمه ساخته شده رو تکمیل بکنه تا کشور بتونه یه مزایای از برق هسته‌ای داشته باشه. بریم جلوتر دوباره نمودار رو بررسی بکنیم. این نمودار رو ما تا اینجا دیدیم تا سال 1400. خب گفته میشه که سال 401 و 402 در واقع همونجا که میبینید یه رکوردهای جدیدی ثبت شده. سال 1401 عدد حدوداً 5800 مگاوات ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده. سال 1402 عدد بالاتر میره روی 6000 مگاوات. در واقع این آمار دولت رئیسیه. مخالفای رئیسی میگن که این آمار الکیه. اگر این آمارا واقعی بود و واقعا ما 5-6 هزار مگاوات داخل این 2 سال گذشته افزایش داشتیم، پس چرا داریم خاموشی‌های برق رو می‌بینیم؟ چرا صنایعمون تعطیل میشه به خاطر اینکه برق ندارن؟ حقیقت اینه که حتی اگر این آمار درست باشه و تو 2 سال گذشته 5000 6000 مگاوات ظرفیت افزایش برق ما داشته باشیم، باز هم با خاموشی مواجهیم. دلیلش اینه که تو 8 سال گذشته، تو 8 سال و 10 سال گذشته به قدری کم کاری شده داخل ساخت نیروگاه که ما تازه باید جبران مافات بکنیم. توی دهه 90 ما یک پدیده‌ای داشتیم به اسم بیت کوین، به اسم ماینرها، ارزهای دیجیتال، و شما میدونید که چقدر مصرف برق اینا بردن بالا. ولی در مقابل این افزایش مصرف برق ما نیروگاه سازی نداشتیم، خیلی کمتر از دوره‌های قبلی داشتیم. پس این 2 سال دولت رئیسی حتی اگر 5000 6000 حتی شاید مقدار بیشتری هم اگر نیروگاه میساخت، باز هم چندین سال زمان میبره این روند ادامه پیدا بکنه تا ما از ناترازی برق عبور کنیم. الان پیش روی دولت آقای پزشکیان 2 تا مسیر وجود داره. یا شما باید راه دولت رئیسی رو ادامه بدی، همون 5000 6000 مگاواتی که تو این 2 سال ساخته شده رو ادامه بدی، بسازی تا چند سال آینده ما عبور بکنیم از ناترازی برق. و یا اینکه همون جوری که داخل دولت آقای روحانی یه عده‌ای فشار می آوردن برای ساخت نیروگاه که نیروگاه نسازیم، اسیر اون فشارها بشی و بگی که نیروگاه سازی صرفه نداره و نیروگاه بیشتر از این نمیشه ساخت. حتی یه بحثایی مطرحه که این ناترازی برقی که ما داریم به خاطر قیمت پایین برقه و شما اگر برق رو گرون بکنی مصرف برق کم میشه و ناترازی مشکلش حل میشه. اگر دولت های پزشکیان بخواد این مسیر رو بره و بخواد قیمت برق رو افزایش بده، خب مشکلاتی هم از اون ور گریبانگیر مردم میشه. ولی اگر بخواد این مسیر رو بره که تولید رو بیشتر بکنه، امیدواریم که در چند سال آینده مشکل ناترازی برق حل بشه. این توضیحاتی بود که من در مورد صنعت برق به شما دادم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. کانال منو دنبال بکنید. در آینده هم ویدیوهای مهمتری واسهتون میسازیم. ممنونم.